اومد و گفت که من هیچ گفت دلم همین عایشه قبول کرده نمیتونه. چه خیلی گفت من عایشه قبول کنم که دشمنی فاطمه بود. یعنی فکر نکنیم که همه شیعه هایی که در ایران هستن اونا رافضی هم، یعنی دشمنی صحابه یا چیز، بلکه من این نمود مثل غروی و طباطبایی دیگر هستن که اونا شیعه های اصیل هم. خب یه چیز نماش فضل است، فضیلت، چیز نماش علم است. یعنی شاید یک کس در فضیلت بزرگ دارد اما در علم مثل یک شخصی که علم دارد نیست، در این برابر نیست. شاید در فضل بالا هست، این در علم از این بالا هست، در فضل از این پستر است. مثالش مثلا مادر مومنان عایشه و فاطمه رضی الله عنها. ببینید سید جواد غروی اصفهانی آیت الله یکی از شیعه های بسیار معتدل است. یعنی شیعه حقیقی هست، معنی اون که شیعه حقیقی از شیعه غیر حقیقی رافضی فرقش در چی است گفتیم؟ شیعه حقیقی ابوبکر و عمر و عثمان امهات المؤمنین اهل بیت به شکل همگی حرمت میکنن. اما شیعه رافضی چی؟ یا رافضی ها اونا اولین کار میکنن دشنام با ابوبکر و عمر و امهات المؤمنین و دیگه اصحاب پیامبر است. و غریبی از جمله شیعه های اصیل بود که فضیلت ابوبکر اعتراف میکرد، عمر، عثمان و امهات المؤمنین و غیره. اومدن دو غریبی گفتن که یکی از شاگرداش که از اون شیعه اصیل شده بود، از رافضگی دست کشیده بود، اومد و گفت که من هیچ گفت دلم همین عایشه قبول کرده نمیتونه. چه خیلی گفت من عایشه قبول کنم که دشمنی فاطمه بود. بعد میگه غریبی خیلی ناراحت میشه، میگه که چه خیلی دشمنی فاطمه بود. او بین فاطمه درست است که در فضل از عایشه بلند است، لیکن عایشه در علم از فاطمه بلند بود. ببینید مثلا خودی همینایی که دعوای امروز همین پیروی فاطمه محبت دارن در کتاب همه بزرگترین کتابشون یک روایت از فاطمه ندارن، در حالی که اهل سنت تقریبا 12 یا 16 روایت دارن از حضرت فاطمه دارن. خیلی سببش هم معلوم است، یعنی حضرت فاطمه که بر وقت وفات کردن دیگر نشر علم کردن نتونستن. اما عایشه رضی الله عنها بعد از پیامبر قریب 50 سال زندگی کرد، نزدیک به 50 سال. تمام علمی که داشت نشر کرد، چیزی که از پیامبر شنیده بود و دیده بود همگی نشر کرد. و از همه مهمش اینه که عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین اون چیزی که در خون پیغمبر بود، اون سنت های خاصی پیغمبر بود، انا همون نشر. این هیچ کی دیده نمیتونست. اینم یک حکمت الهی بود. یعنی جوی شک نیست که دوست داشته ترین محبوب ترین زن پیغمبر عایشه بود. وقتی وفات شد دیگه زناشون پیغمبر یعنی که چی خواستن که اجازه خواستن که خانه عایشه بستری شون، بستری مرگ در اونجا گذارنن. همگی میفهمیدن، میدونستن، گفتم برای خانه عایشه. اینم یک فضیلت برای عایشه. استاد غروی آیت الله غروی رحمت الله علیه همین چیزی گفتن. مکتب اون کس تا حالا دوام داره. یعنی فکر نکنیم که همه شیعه هایی که در ایران هستن اونا رافضی هم، یعنی دشمنی صحابه یا چیز، بلکه من این نمود مثل غروی و طباطبایی دیگر هستن که اونا شیعه های اصیل هم که شیعه اصیل نشانی اولینش این است که با ابوبکر و عمر و عثمان اونا محبت دارد، یک حرف زیادی نمیزنند، به امهات المؤمنین اهل بیت گپای زیادی نمیزنند. بعد من همین وقتی اینو شنیدم رفتم بعضی همین دوره فضیلتی که در فاطمه اومده همگی از حضرت عایشه اومده. یعنی کلمه گفت که اینو دشمن بدن من خیلی ناراحت کرد. همین سوالی که این آدم غروی سوال داره است. ببین اینجا مثلا حدیثی که میگه که خواجگان که سروران زنهای بهشت 4 نفرن، از جمله فاطمه است، حضرت عایشه روایت کرده است رضی الله تعالی عنها. امام احمد در کتاب فضائل الصحابه و حاکم در المستدرک و غیر آن 2 نفر از حدیث عایشه رضی الله عنها آوردند که او با فاطمه رضی الله عنهما گفت آیا تو را مژده ندهم؟ همانا من از فرستاده الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت خواجه زنان یعنی کدبانوان اهل بهشت 4 تنند، مریم بنت عمران و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، خدیجه بنت خویلد و آسیه بنت مزاحم زن فرعون. خب همین حدیث کیسا هست که ما درباره تفسیر آیات سوره 33 سوره احزاب گفتیم درباره اهل بیت که اصل آیات برای زنهای پیامبر نازل شده است که اونا اهل بیت بودن و بعد از آن حضرت علی با اون الحاق کرده شد. در این حدیث کیسایی که داریم، چون که پیامبر میگن که خدایا اینها هم اهل بیت من هستند، اونا رو پاک کردن چنانه که در آیات
وعده پاکیگری به زنهای مرا داده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بامداد بیرون آمد و بر دوش او پوشش نقشدار از پشم سیاه بود. پس به نزد او حسن و حسین رضی الله عنهما آمدند. آنگاه آن دو را با خویشتن به آن لباس درآورد. سپس فاطمه رضی الله عنها آمد و او را با خویشتن درآورد. سپس علی رضی الله عنه آمد و او را نیز با خویشتن به آن لباس درآورد. سپس گفت جز این نیست که الله میخواهد پلیدی را از شما ای اهل بیت دور کند و شما را پاک گرداند. همین حدیث حضرت عایشه روایت کرد. یعنی انسانی که دشمنی دارد مگر همین حدیث روایت میکند برای دختر شوهرش که از دیگر مادر است. و خیلی هم حضرت عایشه رشک هم داشتن به خدیجه، بوجدون که خدیجه میگن وفات کرده بود. من پیامبر که بسیار نامش میگفتم بسیار رشک میکردم میگوش. یا در فضیلت امام حسن و حسین رضی الله عنهم. عایشه رضی الله عنها روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم حسن رضی الله عنه را برمیگرفت و او را به سینه خویش میفشرد و میگفت بار الها همانا این پسر من است، پس او را دوست بدار و کسی را دوست بدار که او را دوست میدارد. حدیث هم حضرت عایشه روایت کرد. یعنی اکثر حدیث‌ها که وقتی در فضیلت اونم میبینید از مادر عایشه، این نشانه عدالت ایشان است که فاطمه را از خودشون بالا گفتن. با حدیث دیگه است که پیامبر میگه وقتی هر باری که فاطمه میدرمد پیامبر از جاشون خسته از پیشانی فاطمه بوسه میکنن، جای خودشون میشنوندن و کسی در راه روی مثل فاطمه پیامبر مانندی نداشت. میگه فاطمه رو وقتی از قفایش میدیدی وقتی راه میرفت فکر میکنه پیامبر صلی الله علیه و راه رفته. خیلی با پیامبر مانند داشت. حدیث حضرت عایشه روایت میکنه. هیچ کسی را ندیدم که در رویش راهنمایی و شکوه به فرستاده الله صلی الله علیه و سلم از فاطمه بنت محمد رضی الله عنها مانندتر باشد. چون فاطمه بنت محمد رضی الله عنها به حضور پیامبر الله صلی الله علیه و سلم وارد میشد، آن حضرت به سوی او برمیخواستند، دستش را میگرفتند، آن را میبوسیدند و او را در نشستگاه خویش میشناندند. و چون فرستاده الله صلی الله علیه و سلم به حضور او وارد میشد فاطمه رضی الله عنها برمیخواست، دست آن حضرت را میگرفت، آن را میبوسید و ایشان را در نشستگاه خویش میشناند. برمین بعضی هم دشمنا آمدن خواستن بین اینها دشمن انزل، لیکن همین خیلی روایت ها وقتی که ما خیلی بالی روایت تأمل کنیم میفهمیم که این خیلی روایت ها نشانه آن است که آنها همشون یک دست بودن، مهربان بودن، دوست همدیگر بودن، فضیلت یکدیگرشون اعتراف میکردن. خدا رحمت کنه و از اونشون راضی باشه.